سلام به همه. خیلی خوش اومدید به لایو امشب. میخوایم همونطور که گفتم راجع به یه موضوع بسیار جذاب، اینکه چطوری باورهای جدید جایگزین باورهای قدیمی میشن صحبت کنیم. و اگر منو نمیشناسید، برای اولین بار تو لایو هستین، من سایه هستم و تو پیجم معمولاً از اون چیزهایی که به هم آگاهی داده و توی مسیر زندگی باعث این شده که من بیشتر زندگی رو درک کنم و بیشتر یاد بگیرم و این خلاصه هر معرفتی که به دلم نشسته رو دوست دارم که با بقیه شیر کنم و دیدم که چه بهتر از این که وقتی که تو پیجم این همه مخاطب هست و این همه آدمی هستن که دوست دارن، مشتاق یادگیری هستن، بیام راجع به تجربیاتم، راجع به هر چیزی که به زندگی من خلاصه سود داده، یه بهره‌ای داده، بیام راجعش با شما صحبت کنم و به اشتراک بذارم. امشب همطور که اول لایو گفتم راجع به این که باورهای قدیمی رو میشه اصلا گرفت، حذفش کرد یا مثلا کمرنگش کرد و یه سری باور جدید رو اضافه کرد به ذهن و به مغز. ما همه میدونیم که ما یه سری شرطی شدگی هایی رو خلاصه از بچگی تا الان به همراه داریم که در واقع باور ما رو شکل دادن. مثلا اینکه پول علف خرس نیست. از بچگی ممکنه توی تربیت خانوادگیمون، توی جامعه، توی فیلم هایی که دیدیم، همش این قضیه رو دیدیم، لمس کردیم که آدمایی که پول دارن به سختی دارن یا کار میکنن، یا کسی که پول داره آدم درستی نیست. مخصوصا توی فیلم های ایرانی زیاد دیدیم که مثلا آدم که پول داره آدم بدجنسیه، داره حق بقیه رو میخوره، بر همین پولدار شده. بر همین این ذهنیت از بچگی تو ما شکل گرفته که پول علف خرس نیستش، شما نمیتونی به راحتی پولدار بشی و خلاصه از اینجور داستانا. یا یه سری باورهای محدود کننده که از روی کمبود میاد، از روی ترس میاد، مثل اینکه رابطه خوب وجود نداره، مثل اینکه آدم ها همه بد شدن، نمیشه به کسی اعتماد کرد. خلاصه یه سری از این باورها که اومده توی ما شکل گرفته، ساختار ذهن ما رو تشکیل داده و ما حالا به یه نقطه رسیدیم، به یه جایگاهی رسیدیم که داریم لمس میکنیم، داریم حسش میکنیم که این باورها ممکنه آسیب زننده باشه. من اگه به این فکر کنم که رابطه خوب پیدا نمیشه، انگار داره همش مدام برای من تکرار میشه، دارم مدام توی روابط مختلف این رو میگیرم، این رو حس میکنم که رابطه خوبی وجود نداره. یا اگه تو ذهنم اینجوریه که پول مگه علف خرس، پول به راحتی به دست نمیاد، توی زندگی من اینجوریه که انگار واقعا پول به راحتی به دست نمیاد، انگار دارم در جا میزنم. یه جایی توی زندگی باید حالا شروع کرد به تغییر این باورها. شاید اصلا اشکال از باورهای ماه که داره همچین چیزایی همیشه توی زندگی ما رخ میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دنیا بر پایه قانون تمرکزه، law of focus. فوکس یعنی تمرکز، توجه. یعنی شما به هر چیزی که تمرکز کنی، روی هر چیزی که توجه کنی، همون رو مغز شما سعی میکنه که تصمیم‌های شما، انتخاب‌های شما، فرصت‌های شما توی زندگی بر این اساس باشه که اون چیزی که شما تمرکز کردی، اون چیزی که توجه کردی رو سر راه شما قرار بده و یا به شما نشون بده. جهان هستی هم این انرژی رو میگیره و از اونجایی که هر چیزی که شما بخواید درو کنیم، هر باوری، هر ایده‌ای توی ذهنته و بخوای اون رو بکاری تو ذهنت، همون رو توی جهان هستی بهت نشون میده، همون دست باور، همون دست انرژی رو. حالا از قانون تمرکز گفتم، از قانون توجه گفتم، یه مثالی بزنم که یه ذره ملموس‌تر و واقعی تر باشه. مثلا یه ماشین جدیدی میخوایم بخریم و یا یه ماشینی رو یهویی، مثلا من که مثلا چندین سال پیش توی پارکینگ یه نفر یه ماشین کپچر دیدم، ازش خوشم اومد و گفتم ای چه ماشین خوشگلی، من اگه مثلا بخوام ماشین بگیرم کپچرم گزینه خوبیه. بعد
میایم زندگی عادی قرار میگیریم و حالا مثلا داریم میریم جایی یا مثلا تو خیابون هستیم، یهویی همش چشم ما ماشین کپچر رو میبینه. یه دفعه از یه نمایشگاه رد میشیم کپچر میبینه، یا نمیدونم دارم میرم خونه دوستم ماشین کپچر رو تو خیابون میبینم. چرا این اتفاق میفته؟ آیا تا قبل اون ماشین کپچر وجود نداشت و بعد اینکه من حالا دیدم ماشین کپچر به وجود اومد؟ خیر، به خاطر همون قانون تمرکزه، به خاطر همون تمرکز و توجهیه که وقتی که توجه من رفت به سمت این نوع ماشین، حالا مغز من میگرده همون ماشین، همون توجه، همون تمرکز رو بیاد به من نشون بده. بر همینه که من حالا دیگه توی خیابون یا مثلا بیرون زیاد میبینم این قضیه رو. توی رابطم همینه، توی نمیدونم زندگی راجع به بحث پول، مالی، هر چیزی که باور داری، مغزتو تلاش میکنه که از اون دست باور رو بهت زیاد نشون بده. برای همین به این نقطه میرسیم که پس باید باورها رو تغییر داد. پس یه سری از باورهای قدیمی که واقعا داره به زندگی ما لطمه میزنه، اونها رو باید حذفش کرد و یه سری باور جدید رو بیایم جایگزین کنیم. حالا آیا ما تو هر سنی میتونیم باور جدید رو جایگزین کنیم؟ تو هر سنی میتونیم فکرمون، باورمون، تصمیماتمون رو عوض کنیم؟ آیا مغز این توانایی رو داره که بیاد توی سن بالا هم بخواد تغییر کنه، یه سری باور جدید رو به زندگی ما اضافه کنه و ما بتونیم اونو لمس کنیم و ببینیم؟ بله. عملکرد مغز به شکلی هستش که تا آخر عمرتون وقتی تو پروسه یادگیری باشین، تا آخر عمر این مغز یه خاصیت نوروپلاستیسیتی داره که میتونه تغییر شکل پیدا کنه بر اساس باورهای ما، بر اساس چیزهایی که ما بهش توجه میکنیم، تمرکز میکنیم و ما میتونیم از این خاصیت مغز بهره بگیریم برای اینکه باورهای جدید رو جایگزین باورهای قدیمی کنیم. خیلی به علم عصب شناسی و این چیزا وارد نیستم، اما اگه بخوام یه توضیح کلی راجع به این قضیه بدم که خاصیت نیوروپلاستیسیتی مغز چطور کار میکنه و وقتی که پروسه یادگیری اتفاق میفته آیا مغز ما تغییر شکل میده، اینو باید بگم که طبق چیزایی که خوندم و مطلبی که چند وقت پیش توی یکی از کلاس‌های فن بیان که داشتم توی یوتیوب نگاه می‌کردم توجه منو جلب کردش، این بود که مغز ما به راحتی با یادگیری جدید، با فکر جدید، با باور جدید به راحتی میتونه تغییر شکل بده. و البته که میگم به راحتی، در دفعه اول و دوم این اتفاق نمیفته، به مرور زمان این اتفاق میفته. برای همینه که میگن شما اگه میخوای یه چیز جدید یاد بگیری، یه زبان جدید یاد بگیری، میخوای مراقبه کنی، خلاصه هر چیز جدیدی رو باید تمرین و تکرار کنی تا اون نورون‌های مغزی بیان تغییر شکل بدن. اونجوری که من متوجه شدم مغز ما از حدود 86 میلیارد نورون تشکیل شده که این نورون ها مثل حالا از چت جی پی تی هم پرسیدم، گفتم شکلشون چجوریه، گفت شبیه درختن که یه سری شاخه دارن. وقتی که یادگیری اتفاق میفته، وقتی که ما توی پروسه و جریان یادگیری قرار میگیریم، حالا میگم یا یادگیری یه زبان جدیده، یا یادگیری اینکه چطوری مدیتیشن کنم، یادگیری اینکه چطوری مراقبه کنم، یادگیری یه حرفه جدید، خوانندگی، هر چیزی، این نورون ها میان یه سری شاخک هایی رو هم تا اضافه میکنن و حرکت میکنن برای اینکه به هم دیگه این شاخه ها رو وصل کنن، نه اینکه حالا به هم بچسبن، برای اینکه این دریافت پیام، این ارسال و دریافت پیام صورت بگیره که در واقع بین دو تا نورون باید یه اتصالی به وجود بیاد که بهش میگن اتصال سیناپسی. اون اتصال سیناپسیه به مرور زمان، وقتی که ما در فرآیند یادگیری هستیم، وقتی که تمرین میکنیم، وقتی که تکرار میکنیم، قوی و قوی تر میشه و در نهایت میاد تغییر شکل ها رو شما متوجه میشید. یه نورون ها میان یه تغییر شکلی میدن، ساختار مغز تغییر پیدا میکنه بر اساس اون پروسه یادگیری جدید و همین باعث میشه که اون باور قدیمی، یادگیری‌های قدیمی یکم ضعیف‌تر بشن. حالا اگه ما بخوایم یه سری باور جدید رو بیاریم به مغزمون وارد کنیم، مغز ما تغییر شکل پیدا کنه، خیلی راحت میتونه ساختار مغز تغییر کنه و اون باورهای قدیمی کم کم حذف یا ریشه کن بشن.
خیلی جالب بود این خاصیت نیوروپلاستیسیتی مغز. پس به ما این امکان رو میده که ما توی فرایند یادگیری، توی فرایند اضافه کردن یه باور جدید به زندگیمون بتونیم با تمرین و تکرار یه چیز جدید رو وارد زندگیمون کنیم و یا یه چیز جدید رو یاد بگیریم. حالا وقتی که من یه سری باورهای محدود کننده دارم، باورهای قدیمی که گفتم از شرطی شدگی‌های جامعه میان، همین که گفتم مثل این که پول علف خرسه، دنیا بد شده، به کسی نمیشه اعتماد کرد، رابطه خوب پیدا نمیشه و از این دست باورها. و حالا چطوری میتونم تغییرشون بدم؟ این که هر روز بیام باورهای جدید رو با خودم تکرار کنم و به مغزم این پیامو برسونم که من قراره توی پروسه یادگیری باشم برای یه باور جدید. خب مثلا یه فایل مدیتیشنی رو هر روز به مدت 21 روز گوش بدم، یه فایل مراقبه یا یه فایل گایدد مدیتیشن که توش گفته میشه اینکه من خودم رو ارزشمند میدونم، من به خودم باور دارم، من در فراوانیم، من در سلامت کامل هستم. یه فایلی باشه که شما هر روز به مدت 21 روز گوش بدید، به خاطر اینکه محققا به این نتیجه رسیدن که مدت 21 روز دیگه یکی از زمانهای بسیار پرفکت برای اینکه مغز تغییر ساختار بده، برای اینکه بیاد به شکل جدید رو به خودش بگیره و باورهای جدیدی رو بیاد توی خودش هک کنه. حالا باید روی خودم کار کنم. حالا به مدت حداقل 21 روز بیام چیکار کنم؟ از این فایل ها استفاده کنم، هر روز صبح گوش بدم بهشون که من خودم یه سری مدیتیشن، گایدد مدیتیشن طراحی کردم، آماده کردم با همین مانتراهایی که الان توی لایوم راجعش صحبت کردم. شما وقتی که هر روز صبح بهش گوش بدین، کم کم چیکار میکنید؟ این مغزتون میاد این باورهای جدید رو جایگزین باورهای قدیمی میکنه. اگه دوست دارید این مدیتیشن رو برای شما بفرستم، میتونید توی کامنت بذارید مدیتیشن یا مراقبه تا من اون فایل رو برای شما بفرستم که هر روز بهش گوش بدین و از نتیجهش واقعا شگفت زده بشین. ازتون میخوام وقتی که توی پروسه یادگیری هستین اوایلش اصلا ناامید نشید، به خاطر اینکه وقتی که اوایل اتفاق خاصی نمیفته معمولا تو پروسه یادگیری، مثلا کسی که داره زبان انگلیسی یاد میگیره و میبینه که خوب نمیتونه جمله سازی کنه معمولا ناامید میشه. کسی که مثلا داره مدیتیشن میکنه حواسش پرت میشه و نمیتونه خوب تمرکز کنه، ممکنه اوایل مسیر ناامید بشه، بگه که من نمیتونم، من حواسم پرت میشه، یا هر یادگیری دیگه ای، یا اصلا همین که میخوایم یه باور جدید رو اضافه کنیم ولی دوباره 2-3 روزم فایل گوش میدیم ولی 2-3 روز بعد یه دفعه میگیم که نه بابا زندگی من که تغییر نکرده. به خودتون فرصت بدین، به مغزتون فرصت بدین. برای همینه که میگن تمرین، استمرار، پشتکار، اینا همه باعث میشن که عملکرد شما بهبود پیدا کنه، چون که این تمرینه، این استمراره باعث میشه که مغز شما داره اون میسازه، اون پل بین 2 نورون که اون بهش میگن سیناپس، اون داره ساخته میشه، اون داره قوی و قوی تر میشه. شما باید بهش اجازه بدین. شما نباید همون اول کار وقتی که نتیجه نگرفتین ناامید بشید از این قضیه، به خاطر اینکه ذهن ما حالا مغز ما اونقدر حالا بچه نیست، اونقدر هم احمق نیست که همون اول بخواد وقتی یه چیزی بزنه بهش وارد میشه رو همون اول بخواد بیاد تغییر شکل پیدا کنه. اینجوری که کلی انرژی میبره، اونجوری که کلی باید سوخت مصرفش، کلی اصلا تعادل بدن به هم میریزه. برای همین همیشه توی پروسه یادگیری به خودتون زمان بدید، توی پروسه بهتر شدن خودتون به خودتون زمان بدید، به خودتون صبور باشید، خودتون رو دوست داشته باشید. در واقع وقتی که آدم خودش رو دوست داره به خودش زمان میده، صبوره، ایمان میاره به کاری که داره میکنه، به اون یادگیری که داره انجام میده. خودم اولین بار که این متوجه این قضیه شدم که مغز ما میتونه تغییر شکل پیدا کنه، ساختارش تغییر پیدا میکنه وقتی که یادگیری جدید اتفاق میفته، وقتی که باور جدید اتفاق میفته، خودم واقعا اصلا مونده بودم چقدر عالی، چقدر واقعا بدن ما شگفت انگیزه و میتونیم ما از این فرصت استفاده کنیم برای چی؟ برای یادگیری، برای بهتر شدن و به خودمون زمان بدیم و صبور باشیم دیگه. همین. پس برای اینکه باورهای قدیمیمون رو ریشه کن کنیم، هر باور قدیمی که از روی کمبود میاد، از روی ترس میاد، از روی اینکه پایین بودن عزت نفس میاد،
برای اینکه تغییر کنه و باور جدید بیاد جایگزینش بشه، ما هر روز باید رو خودمون کار کنیم، گوش بدیم به فایل های مختلف، یه رول مدل برای خودمون انتخاب کنیم، هر روز بهش گوش بدیم تا کم کم مغز ما بیاد تغییر ساختار بده و به اون شکلی تغییر پیدا کنه که ما دوست داریم و ما میخوایم تو زندگیمون از اون دست افکار، از اون دست باورها، از اون دست ایده ها ببینیم و لذت ببریم. اگه دوست دارید من این فایل گایدد مدیتیشن که یه سری جملات تأکیدی است که میتونه تو زندگیمون بسیار سودمند باشه، میتونه عملکرد مغز ما، ساختار مغز ما رو تغییر بده، دوست دارید بهش دسترسی داشته باشید، کامنت بذارید مدیتیشن تا من براتون بفرستم، چون که الان کامنت گذاشتید من نمیتونم پیداتون کنم تا براتون بفرستم. این از این. شب خوبی داشته باشید و تا لایو بعدی. خدا نگهدار.